دوستان عزتمند همکنون رسیدیم به شرط دوم محفل زیبای ظریفان. این صنعته تجوید است. استقبال می‌گیریم دسته پیروان پیشوا را روی صحنه. اکنون به ملال موضوعهای درکاری رو از این کتاب می‌یابم. خلاصی‌گه می‌دونید چی؟ امسال امتحان‌های تستی تاریخ ختم شده است. برای همین تیارگری را ناز دیدن در کار. چهار اینجا بیا. تو دیگر رفتن نمی‌توانی. تو هم مرا داشتن نمی‌توانی. ایسته خودش چی گفت؟ شما شور هسته؟ چی کار کرده ایستاده؟ ای وطنی یک طرفی است با سرا فوتبال نکنم. اینجا بیا. اینجا بیا. نه تو مرا میزنی. اگر خودت بیایی سخت نمیزنم. ایسته بخشا خودش چی گفت؟ کن نزدیکتر آیه. برای چی میکنه؟ شاید روی حالش رو به جمع کنه. این کلاس که فوق شدگی یک ماه شما گفته بوره. یک ماه پیش؟ او یک ماه پیش بگیم میبخشید چون این گفته باشد. چرا همون وقت یکم گفت نگفتی و اکنون علامت کرد؟ برای اینکه من دیروز در اینترنت برآمده دیدم بگیم ما چه خیلی مخلوق بیزه بودد. اینجا بیا. ایسته چقدر وقت غنیمت هست. این به کلاها برای گپی بیوده وقتی قیمتی خودش را کار میکنند. من حیران میشم این به کلاها چرا نمیخونم؟ وقت غنیمت هست بچه ها. وای نکنه گانه نکنه. میدونید امیره ها بچم چی شد؟ کی گپ میزنی؟ با دوستانم صحبت میکردم. مایلش مادر جان من به درسای ایلوک میدم. با خونه گفته حتما با من زنگ زن. مایلش مادر جان. دگان پای ای همین پیسرت دایم سراسیمه ای چی کار میکنم؟ پیسری من با درس میرود. پس از درسایش باز با درسای ایلوکی میرود. زبان نموزد. خلاصه کارش فقط خواندن و خواندن. خیلی ای همین پیسری من چقام شسترک نگودگانه خواندن و پولیابک است. پولیابک؟ پولیابکش چیه؟ با سودا مشغول است. اخر بیا گمی گپا رو مانیم مرکه چینیگلا گپ زنیم. های همین هم مرکه شو ای کشکی نمیرفتن. چی شده است؟ ای همین خیل مرکه باجها هم میکننده یک دسترخوانی آدی اکگو قند تو موندگی باز یک خراکچه دوگانه تنظیم است. ای بهانه جوی بهانه اش را یافت. به همین همون چینی گل یک ممسی کرده بود. اخر خودم خودم بگر نیست تنظیم را هم دیگران را هم. ای دسترخوانه ردوگه میکنم خوراک ها رو شخمت میمونم. قند و قنفیته بیننه چونان زیبا میکنم که یک خیل دیدگی را دهنشان باز مانم. دوگانه ها قانون و رعایت کردن هم لازم است. ها کماندیر خودش چی گفت؟ سلام آقا. این پسر شما؟ ها پسرم با تو چیکار کرد تو رو زدن؟ اما از روش نکن شکایت میکنم. پسر شما همراهی رفیقش با فروش تلفن‌های دزدی مشغول بود. ما این دو جنایتکار رو پای بردیم. اینها گریخته به قبرستان رفتن. و پرسیدن در آنجا چیکار میکنید؟ میگویند که مسئله قبر پدر جورامون و دعاخوانی آمده. ها دعاخوانی جنایت هست مگر؟ گپ زن کنی؟ استادیانگا گپ در سر آن است که قبری که اینها نشان دادن از آدمی کلانه از گودک است. میپرسم قبری گودک است؟ میگوید پدر جونم در گودکیش وفات کرده است. شما مادرش؟ ها چی شده است؟
پدرش در کجاست؟ پدرش در کودکی در مهاجرت مهنتی. فهمو لیتنا جزدانش رو ریز در جزدانش یگان اشیای خانش نیست. شما مادر شده یگان بار نظارت بوده اید؟ نه، موافق قانون جمهوری تاجیکستان در تعلیم و تربیت فرزند جریمه کرده می شود. آرام لیتنا رفیق شاگرد می روید. این چی کار کردگی تو بوده؟ دانا بیا از پیش این پولو بک رویم. با کسایش رو با من اگذارد رفته پول بکاره بینن. مادر جون وعده تو کرده مرا بباشه. وعده میدم دیگه اصلاح نمیکنی، دیگه تکرار نمیکنی. بابا هم وقت از پسرم اصلاح شو خیر و غنیمت از وقتی خود رو به هر گونه کارهای افلاس صرف کنه استفاده کن، هم نگذارم به هر کارهای افلاس. باز جریمه تو رو سپاریدنم در کار مادر جان نیسته دو که کجا میروه؟ من فهم میدم با غنیمت است. وعده میدم دیگه تکرار نمیکنم. نیسته دو که مادر جان. خرسکای زیبا دوستانی خیلی عزتمند دوستداران محفل زیبای ظریفان، همه ما و شما شاهد اجرای سنچه حجبی دسته پیروان پیشوا با هم بودیم. دانه که اعضای حکمان با این بخش خلاصه برای سازند، بخش غیر کنکورسی دسته پیروان پیشوا را روی صحنه می‌خوانیم.
دوستان عزتمند، وقتی که از روز اول تا به امروز محفل زیبای ظریفان جریان دارد، اون خواهرک زیبایی که خیلی رقصای زیبا کرد برایش قرضکای زیبا میزند. هدف از برگزاری آزمون محفل زیبای ظریفان همین است: دریافت چهره‌های نو، اون مهارت، اون منحه کسبی که هر یک محصل مؤسسه تعلیمی روی صحنه بیامد. حالا وقتی آن رسیده است که رو به جانب اعضای حکمان بیاریم. با گذاری اعضای حکمان را با هم می‌بینیم برای سنجش به دسته پیروان پیشوا. 4 4 5 4